هواپیمای میگ 25 کارایی بالای خود را در منازعه اعراب و اسرائیل نشان داده بود. در سال 1971 4 فروند میگ 25 در اختیار ارتش مصر قرار گرفت تا با پرواز بر فراز سینا تا بلندی‌های جولان از تمام مواضع صهیونیست‌ها عکاسی کرده تا در اختیار طراحان مصری و سوری قرار گیرد. فانتوم‌های نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و خلبانان زبده آن در دستیابی به این شکار گریزپا ناکام بودند. بنا به گفته یکی از آنان، هنگامی که میگ 25 پس‌سوز خود را به کار می‌انداخت، حتی موشک‌های راداری اسپروی جنگنده‌های فانتوم‌ها که سرعتی 4 برابر صوت داشتند، در رسیدن به آن ناتوان بودند. شیراز، پایگاه هفتم شکاری، اول مرداد ماه سال 1362. روزی که یکی از مهمترین نبردهای F-14 با میگ 25 رقم می‌خورد. اولین درگیری جدی بین میگ 25 عراقی و F-14 ایران. اول مرداد سال 62 بود. ما طبق معمول پرواز داشتیم. جمسنگ رستمی سرهنگ بودن، ایشون جانشین تیپ شکاری منطقه هوایی شیراز. منم اون موقع سوتا 1 بودم. من یادمه با آقای رفیعی حدود صبح بود، همون اوایل روز بود، شاید مثلا ساعت 7:30 8. کارهای روتین و روالو که باید انجام بدیم برای مثلا روشن کردن هفت ما انجام شد. طبق معمول نفر اصل اومد کارا کرد، اصل آرم شد، سر باز دست رو بلند شدیم. وقتی پرواز کردیم رفتیم تو منطقه و یه مقدار گشت هوایی رو انجام دادیم، اومدیم برای سوختگیری. وقتی سوختگیریمون تکمیل شد، یعنی هواپیما آماده بود که با سوخت پر بره دنبال مأموریت. با رادار بهبان تماس گرفتیم که من فکر می‌کنم جمسنگ آسم بود. لهجه شیرازی خیلی شیرینی ایشون داشت و خیلی هم خوب کنترل می‌کرد. هر وقت که ایشون بود ما واقعا خیلی راحت پرواز می‌کردیم. تیمسار رستمی درست از زیر تانکر جدا شده بود، میمد توی منطقه کپ استیشن 10، یعنی بالای خاک. که یهو جناب آسم گفتش که یه های آلتیتیود دارید، سمت زاویه‌اش گفت. هواپیمای میگ 25 ما پیکاپ کردیم که از طرف شمال درست به سمت 270 میمد پایین، یعنی شمال به جنوب. و با سرعت حدود 2 خورده‌ای داره به سمت خاک داره میاد. ما آمادگی قبلی رو داشتیم، بنزین بنز کافی داشتیم و شروع کردیم به این برنامه‌ای که برای رهگیری میگ 25. اولین کاری که جمسنگ کرد موتور داد و شروع کرد به اوج گرفتن.
هرچند هواپیمای F-14 به وسیله موشک فینیکس خود میتواند از ارتفاعی پایینتر از هواپیمای دشمن آن را هدف قرار دهد، اما خلبانان F-14 در صورت داشتن لباس فشار میتوانند خود را به ارتفاع بالاتری برسانند و با کم کردن زاویه حمله شانس برخورد موشک را بیشتر کنند. اون زمان لباس فشار نبود به خاطر این تحریم هایی که وجود داشت. خب بچهای پروازی مثلا ما باید اگه با هواپیما ارتفاع بالا بریم، چون سقف پرواز هواپیما اشاره 65000 پاست میتونه راحت بره به نزدیکی همون میگ 25، ولی این نیاز به لباس فشار داره. اونا با لباس فشار می اومدن، سیستم مجهز داشتن، همه چیشون آماده بود، با این لباس رو نداشتیم. اصلا F-14 برای اینکه اون میگ 25 رو بزنه اصلا نیازی به بالا رفتن نداره. یعنی اصلا برای موشک فینیکس این ارتفاع بالا، یعنی بالای مثلا 70-80 هزار پا و سرعت بالا اصلا برای موشک تعریف شده، اصلا موشک برای این ساخته شده. دیدیم بهترین موقعیت که ما اینو بگردونیم طوری که این به حساب زاویه‌ای که میخواد با این تارگت داشته باشه که اصطلاحاً بهش میگن تارگت اسپکت، قدرت داپلر وجود داشته باشه که اینو پیکاپ بکنه. شروع کردیم به اوجگیری کردن به حدود 35-6 هزار پا. شروع کردیم سرعت هواپیما را زیاد کردن با استفاده از پستوز به حدود 1.4. ارتفاع هم بالا، سرعت و مسائل دیگر هم خود خلبان تعریف کردن، پیکاپ کرد، یعنی گرفتش. سرعت ما یه چیزی حدود بالای 1 خورده ماخ بود، اونم 2.5 ماخ. ما نزدیک 4 برابر صوت داشتیم، هم نزدیک میشدیم و هی مرتب این فاصله دو تا هواپیما کم میشد. رادار مرتب میگفت. واقعا میگم ما تقریبا 50-60 مایلی هواپیما گرفته بودیم، ولی تا شروع کردیم بالا رفتن رو کار کنیم که بدنیم میشه حدود 100 مایل ما با هم نزدیک شده بودیم. ما داشتیم فرصت از دست میدادیم، دیگه آخرین لحظات بود و اگر ما نمیتونستیم اینو تو این فاصله های خیلی کوتاه دیگه بگیریم، دیگه رفته بود. در عملیاتی چون این دقیق و حساب شده بروز کوچکترین نقص فنی میتواند کل طرح را به هم بزند. با وجود این که جنگنده F-14 برای کار تا ارتفاع 60,000 پایی طراحی شده است، اما با اضافه شدن ارتفاع مشکلی پیش می آید. من نمیتونم بگم چند صدم ثانیه، حتی یک لحظه پرشنیزی ما سیستم که هواپیما رو توی کابین رو پرشرایز بکنه، یعنی در حقیقت با هوای زیر 8000 پای بیرون متعادل بود. این هوا رو تقریبا هوای کابین رو همیشه برای شما زیر 8000 پا نگه می‌داره. یک لحظه اون قطع بشه با هوای بیرون در حقیقت هماهنگ میشه و هوا انقدر دقیقه شما همون یه لحظه‌ای که قطع شد و بعد دوباره برگشت، من قشنگ حس کردم که این پرده گوشم این بادکنک اینجوری اومد بیرون یه لحظه و بعد چون برگشت، یعنی اصلا به زمان خیلی کوتاه، این یه برق یه لحظه نوسان میکنه و حتی همون نوسان برق این قطعیش انجام، همین قطعی نوسان یه همچین مشکلی رو درست کرد. ولی خب خوشبختانه برگشت ما هم شروع کردیم کارو ما انجام دادن. جناب سنگ در زمانی که داشت اوج میگرفت سعی میکرد که حتی المقدور این مقدار زاویه حمله، اون زاویه‌ای که باید این موشک به اون هدف برخورد بکنه، اینو متناسب ترین جایی که بتونه حتی اقل به صفر نزدیک کنه، چون بهترینش اینه که کاملا روبرو باشه و به صفر نزدیک بشه. و تو اون جا حدود 10 ثانیه فرصت داری تو این جایگاه، تو این حالت شما تو اون 10 ثانیه موشک تو تیراندازی کنی. حالا هم تو اون فاصله بودیم، حالتی بودیم که میتونستیم موشکمون رو تیراندازی کنیم و اون زمان هم داشتیم. اگر این زمان از دست بدی یا تو اون جایگاه نباشی، شما دیگه نمیتونی این کار رو انجام بدی. سیستم رادار نشون داد که الان برای یه سیستم داره مشخص میکنه آماده است. ما قفل کردیم، آماده کردیم و موقع شلیک موشک شد. 5-6 ثانیه بعد از اینکه ما تو رادار گرفتیم، من با آقای رفیعی گفتم که موشکمون رو بزنیم
وقتی موشکمون رو زدیم و شروع کردیم همون حالت رو حفظ کردن و رفتن جلو و با همون سرعت، با همون حالتی که هواپیما داشت، حدود مثلا شاید مثلا 20 درجه دماغ هواپیما بالاست و داریم میریم به سمت میگ 25. موشک فینیکس هم مثل بقیه موشک‌ها نیست که بره و با هواپیما از هر طرفی که رسید بخوره، چون اونجوری نفری که موشک رو می‌بینه خیلی راحت میتونه این موشک رو دفع کنن، جهتش رو مشخص کنن، ببینن و سعی کنن موشک رو از اون جهتش دفع کنن. این موشک میاد اوج میگیره و از بالا به اون هدفش میزنه و تقریبا میشه گفت خیلی مشکل میشه اگر هم حتی شما موشک رو ببینی بتونی اون رو دیفیت کنی به اصطلاح ما، یا ازش فرار کنی یا یه جوری ازش در بری، چون دیگه خیلی مشکل میشه. اون زمانی که شما میبینی اصلا